توصیه‌های خودم میکنم. و یا اینکه یه گزینه داره که من اینو عاشقشم و دارم از اون پیروی میکنم، اینه که تمام ارزا رو، تمامشون رو نه، بیشتر ارزا رو همشو با هم بخرم. مثلا من 400,000 تومن، ببینید الان من با این 400,000 تومن یه عالمه ارز خریدم. هم تتر خریدم، هم بیت کوین خریدم، هم تون خریدم، هم دوج کوین خریدم. و خیلی از هر کدوم خریدم که مبادا اگه هر کدومش یکی ضرر کرد سود کرد، من هم مثلا اگه یکی سود کرد، من از یه ارز نباشه که مبادا ضرر کرد مثلا یهویی بیفتم همه پولام برباد بره. و پولامو به طور پراکنده گذاشتم که اول اگه ضرر کردم کم ضرر کنم، دوم اگه سود کردم از هر کدومش سود میکنم و یه پول خیلی زیادی میتونم به دست بیارم. من چند دقیقه پیش 20,000 تومان سود به دست آوردم که ولی باز یه ارز بد خریدم و ارز تون رو خریدم، متاسفانه توی 398,000 تومان خریدم و رسید به 397,000 تومان و من ضرر کردم و فروختمش و خوب شد که فروختمش. به 396 رسید، دوباره خریدمش. و بله، از این قانون پیروی کنید، همه ارزها رو با هم دیگه بخرید. البته این ارزهایی که بهتون میگم مثلا داگز و تون و تتر و بیت کوین، این ارزها بهتر از همه در حال حاضر به نظر من، چون در حال حاضر رتبه 32 بیشترین ارزی که فروش میشه تونه و اول این رتبه 32 بیت کوین رتبه اوله، تتر رتبه دومه و دوج کوین هم فکر کنم رتبه 21 باشه. و برای همین چی بود اسمش، ارز بیت کوین وقتی میخواست قیمتش بره بالا، پشتیبانی خیلی ارزها شد، ولی الان دیگه پشتیبانی ایردراپ ها نیست. یعنی پشتیبانی خیلی از ایردراپ ها شد ولی الان دیگه پشتیبانی اون ایردراپ ها نیست ارز بیت کوین. و الان چه ارزی مشابه با اونه؟ ارز تون کوین. و بیت کوین هم اون زمان که بود خیلی کم فروش داشت و فروشش رو به افت بود، ولی الان در حال حاضر خیلی فروشش رفته بالا، ولی اون زمان خیلی فروشش کم بود و رو به پایین بود. و تون هم در حال حاضر همینطوره، رتبه 32 بین ارزها، واقعا خیلی چیز عجیب کمیه و پشتیبانه همستر هست، تپسواب هست، داگز هست، نات کوین هم بود، خیلی ارزها، تمام ایردراپ ها هست. خودش حتی یه زمان ایردراپ داد بیرون و پشتیبانه همه ارزهای تلگرامی هست. گرچه من الان یه ارز رو دارم که اونم روش کار میکنم، اونم بیت کوین داره پشتیبانشه و یکی دوتا ارزم هستن که بیت کوین باشه، نمیگم بیت کوین نیست، ولی بیشتر ارزها تونه. بیت کوین هم یه زمانی همین طور بود، کم هم فروش داشت، تون هم مثل همون بیت کوینه. پس به نظر من ارزی که آیندهش مثل بیت کوین میشه اول از همه تونه، چون که پشتیبانه همه ارزها هست. اول از همه خیلی ارز قویه، حتی یک ولت به اسم خودش داره که اسمش هم همه میدونن، ولت تونکیفر. و هیچ ارز دیگه، حتی بیت کوین هم حتی یک ولت به اسم خودش نزد که مثلا یه ولت بیت کوین جدا برای خودش بزنه. و یا مثلا پشتیبانی راکی رابیت هم هست و تمام این ارزها رو پشتیبانشونه و یه دونه حتی ولت هم داره که ولت تونکیفره که مال خودشه. و برای همین خیلی به نظر من احتمال داره که اون آینده شبیه به بیت کوین باشه، ولی خب باید طولانی مدت صبر کنید بچه‌ها. 1 سال 2 سال باید صبر کنید تا این اتفاق بیفته. در عرض 1 سال 2 سال هم تا این اتفاق نمیفته. بیت کوین هم اول شد $500، بعد شد $2,000، بعد شد $10,000، بعد 20. با همین روند کم رفت بالا و شاید مثلا تون کوین هم شاید تا 1 سال 2 سال دیگه
شاید به اون مقداری که شما بگید نرسه 1000 تا 500 دلار، ولی تا 1 سال 2 سال دیگه به احتمال زیاد به 50 تا 100 دلار رو رسیده و اگه بخوایم به بیت کوین برسه شاید 9 سال 10 سال باید صبر کنیم، ولی تا 2 الی 3 سال دیگه به نظر من به 50 الی 100 دلار رو ارز تون کوین رسیده. و شما گفتید که چجوری الان باید بخریم شما باید اول از همه به حساب واریز رو بزنید. حالا من باز توضیح میدم. بعد شما 400,000 تومن ببینید من واریز کردم. یه واریزی ناموفق 380,000 تومنی دیگه هم داشتم که قبلا میخواستم وقتی تون 370,000 تومن بود میخواستم این کار رو انجام بدم. و بعد شما اینجا میزنید واریزی کتابی رو میزنید، مثلا الان شماره کارتون اینجا میزنه و کارت های بانک ملی مثلا من مبلغ واریزی هم انتخاب میکنید و شما حد اکثر میتونید 25 میلیون واریز کنید. حالا ممکنه که مثلا روی چیزهای دیگه هم باشید، مثلا چند تا درجه مختلف داره. مثلا یه درجهش بود که باید ولی مالیات میدادی، من درجه‌ای که رایگان بود انتخاب کردم که فقط 25 میلیون حق داری بدی، اونو میتونستی 50 میلیون تومان واریز کنی. ولی برای من که زیاد ارز و یه سرمایه گذاری کوچیک میبینم و برای همین کافیه. و در حال حاضر شما باید آموزشی که من میخواستم آموزششو بدم، شما اول از همه باید برید داخل گزینه قیمت ها و شما اگه یه ارزی هست اینو دقت کنید بچه‌ها که البته تا چند دقیقه پیش 25% سود داد و الان ریخت یهویی. من اون موقع فروختم، یعنی 20% که سود داشت خریدمش ارز GMX و وقتی 22% شد فروختمش در جا و الان هم که میبینید خیلی الان فعلا ضرر داده و از 25% به 14% رسیده. و بله بیت کوین هم در حال حاضر فعلا وضعیت خوبی نداره، ولی هر کدوم امروز خیلی بازار ارز دیجیتال خوب بود به نظر من. نگاه کنید همه سود بود به غیر 3 الی 4 تا دونه که ضرر بودن، مثلا 1 2 3 نات کوین هم که همیشه داخل ضرر بود سود کرد و 1 2 3 اینم 4 5 6 کلا 6 ارز از بین 40 یا 50 تا دونه ارز ضرر کردن و همشون سود کردن واقعا به معنای واقعی. شما میتونید بازار تتریشو هم ببینید که چقدر چند تا دونه تتر میشه مثلا اینها هر کدوم و به تتری میتونید خریدش کنید به جای اینکه به تومانی خریدش کنید. هر کدوم سریقه خودتونه.